سلام و درود همراهان عزیز. میز عسلی سفید و میز عسلی کوچیک، البته این رنگ آمیزی نشد و تولید اینم سفید میشه. این همینجوری مدلشو زدم ولی رنگ اسلب آبی. دو طبق میز عسلی بزرگ و اینم سفیدشو میزنم میز عسلی سفید باشه، حالا 3 تا یا 2 تا با یه بزرگ. و اینم تولید روشیمه که تو مغازه های کوچیک میشه گذاشت یا خونه های کوچیک که جای کوچیکی دارن نمیتونن روشویی بزرگ نصب کنن. و اینم ورق مخفیشه که دارم با دست جا میزنم به این صورت و اینم میشه مخفی. یعنی شما روشویی میبینید داخلش هم سرامیک. از کنار درزاش اگه انگشتم رو دقت بکنی آب میره وسط، گودی داره و از اونجا خارج میشه. اینم نماد جلوشه و اینجا هم که جای شیرشه، شیر میخوره. اگه پیشنهاد خاصی دارین در خدمتتون هستم، سفارشی دارین در خدمتتون هستم در ابعاد کوچیک و بزرگ. عرضم به حضور شما و این روشویی سرامیکی و اسلب و با سنگ هم درست میشه. البته ناگفته نمونه که چون هنوز جا افتاده نیست دارم عرض میکنم. با چسب اپوکسی 2 جزئی بزنی تو گوگل، خود شرکت 20 سال گارانتی میده. هم میتونم سرامیک با آهن نصب کنم، مثلا نمای رومی با چسب اپوکسی بزنم، یعنی در واقع میشه گفت شاستی آهن. تو کابینت هم میتونم اجرا بکنم آهن با سرامیک با چسب اپوکسی 2 جزئی. روشویی هم میشه روش حساب کرد، هم میشه آهنی زد که سنگین میشه ولی در واقع سرامیک با چسب 2 جزئی میسازم که میتونی روش راحت بشینی. حالا اگه بتونم عکسمو بگیرم، الان نشستم روش و این روشویی منم نشستم روش، اصلا هیچ حالتی نه شکستنیه نه لپر میشه و تضمین کاره، یعنی در واقع ضمانت میدم و هر ابعادی هم بخوایم براتون درست میکنم. حق نگهدارتون، خدا نگهدار.